در زمان جلال الدین در قونیه بنای مدرسه‌ای تمام شد. مجلسی بزرگ برای آن پرداختند. همان روز در میان بزرگان و علما بحثی در گرفت که صدر مجلس کجاست. روزهایی بود که شمس الدین تبریزی تازه به قونیه آمده بود و در بین مردم با مولانا نشسته بود. به اتفاق از حضرت مولانا پرسیدند که صدر مجلس چه جایی است؟ مولانا فرمود صدر علما در میان صفه است، صدر عرفا کنج خانه، صدر صوفیان کنار صفه، در مذهب عشاق صدر در کنار یار است. برخاست و پهلوی شمس الدین تبریزی نشست. گفته شده است که از آن روز بود که شمس الدین تبریزی در قونیه مشهور شد.